سلام بر شما، من نازنین معتمدی هستم. در این برنامه 37 درجه بهتون میگم غذاهای فوق فرآوری شده چیان. با انجام یک آزمایش روی خودم نشون میدم که این غذاها چه بلایی سر بدن میارن و چرا نمیتونیم دست از خوردنشون برداریم. همینطور در ادامه این برنامه فقط 7 روز خوردن این غذاها چه تأثیری روی وزن و احتمال ابتلا به سرطان روی من گذاشت. ایمنی شما در مقابل چاقی مفرط فقط ظرف یک هفته 20% از ایمنی شما کم شد. چطور این غذاها بیش از نیمی از جمعیت رو به اضافه وزن یا چاقی مفرط دچار میکنه؟ دانشگاه کینگز کالج لندن تو سالهای اخیر تحقیقات گسترده‌ای روی تاثیر غذاهای فوق فرآوری شده روی سلامتی انجام داده که بعضی‌هاشون هم به نظر غذاهای سالمی میان، مثل ماست کمچرب و نونای آماده برش خورده. اما نتایج اولیه تحقیقاتشون نشون داده که این نوع غذاها با افزایش ابتلا به انواع سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی، سکته و حتی فراموشی مرتبطن. من فقط یه هفته این رژیم غذایی رو امتحان کردم که ببینم چه تأثیری روی سلامتیم میذاره. نتیجه واقعا باور نکردنی بود. خیلی از ما حتی اسمش رو هم نشنیدیم، اما اخیراً ثابت شده خوردن این گروه از مواد غذایی با افزایش آمار سکته قلبی، مغزی، بعضی از سرطان‌ها و حتی فراموشی مرتبطه. غذاهای بیش از حد فرآوری شده. این گروه غذاها چی هستند؟ چطور انقدر سریع جاشون رو تو سبد کالای خانوار باز کردن؟ چرا نمیتونیم دست از خوردنشون برداریم؟ من خودم تا چند وقت قبل چیزی در موردشون نمیدونستم، ولی فکر کردم برای آشنایی بیشتر چی بهتر از این که رو خودم آزمایششون کنم. اما ای کاش که نمیکردم. درد زیاد و سردرد شدید دارم. اما اول ببینیم مواد غذایی بیش از حد فرآوری شده چی هست. گروهی از متخصصان با استناد به تحقیقاتی که تو 2-3 دهه اخیر انجام شده معتقدند به جای اینکه غذاهای ناسالم رو از روی میزان نمک، شکر و چربیش تشخیص بدیم، باید غذاها رو بر اساس میزان فرآوری و تغییرات صنعتی و مواد شیمیایی افزودنی به اون طبقه بندی کنیم. و برای توضیح بیشتر تو این زمینه کی بهتر از دکتر پرنهام، متخصص دانشگاه ایمپریال کالج لندن که چندین ساله داره در این زمینه کار میکنه. دکتر پرنهام، مواد غذایی رو بر اساس فرآوریشون به چند گروه تقسیم میکنین؟ گروه اول مواد غذایی فرآوری نشده یا کم فرآوری شده هستند. اینا موادی هستند که تغییر نکردن و ما اونا رو با همین کیفیت از طبیعت دریافت میکنیم. دست نخوردن. گاهی اوقات فقط کمی فرآوری میشن تا قابل خوردن و بی ضرر باشن. مثلا شیر پاستوریزه میشه، یا پاستا یا برنج رو میجوشونیم تا قابل خوردن بشه. گوشت رو میپزیم یا سرخ میکنیم تا بتونیم بخوریم. اما اینا کارهای ساده‌ایه که در خونه انجام میدیم. بسیار خوب، بریم سراغ گروه دوم. اینا مواد خوراکی هستند که برای پختن نیازشون داریم. البته برای اینکه قابل مصرف بشن کمی فرآوری شدن. مثلا روغن ممکنه از زیتون تهیه بشه یا کره از شیر ساخته میشه. همینطور انواع ادویه و نمک و شکر هم در این گروه هستن. ما معمولا این مواد رو به مواد گروه اول اضافه میکنیم تا طعم غذامون رو بهتر کنیم و اونا رو راحت تر بخوریم. و این دو گروه اول و دوم بی‌ضررن و مصرفشون باعث آسیب جدی نمیشه؟ اینا خیلی زیاد استفاده میشن. البته در مورد کره و روغن باید حواسمون به تاثیر اونا روی سلامتمون باشه. ولی خیلی راحت میتونیم اینا رو در یه برنامه غذایی سالم و متعادل بگنجونیم. خب بریم سر وقت گروه سوم. این گروه غذاهای فرآوری شدن، مثل فرایندی که برای تولید پنیر طی میشه و یا برای سبزیجات کنسرو شده یا مربا و نون خونگی. اما نکته مهم در این نوع فرآوری اینه که شما میتونید این فرآوری رو در آشپزخانه خودتون انجام بدین و نیازی نیست که در کارخونه تولید بشه. بسیار خوب. و گروه چهارم؟ اینها خوراکی‌های فوق فرآوری شده هستند که در مقیاسی صنعتی فرآوری شدن. یعنی کاری روشون صورت گرفته که در یه آشپزخونه معمولی نمیشه انجام داد. و در فهرست مواد تشکیل دهنده‌شون اسامی هست که شما در سوپرمارکت محلتون هم نمیتونید پیداش کنید.
برای نمونه میتونیم به نون اشاره کنیم. نون رو میشه در خونه و فقط با استفاده از خمیر مایع، آرد، آب و نمک پخت. اما اغلب نونهایی که در سوپرمارکت میبینیم فوق فراوری شدن، چون برای تهیهشون هم مواد افزودنی صنعتی بهش اضافه کردن و هم مواد نگهدارنده تا دیرتر کپک بزنه. من تا حالا فکر میکردم بعضی از این غذاهای این گروه سالمن، مثلا ماست کم چرب، این نونه یا غلات صبحونه و کنفلکس، ولی انگار نیستن، نه؟ این ماست نمونه خوبیه چون به نظر میاد خیلی سالم باشه و درصد چربیش هم صفره. اما وقتی فهرست مواد تشکیل دهنده رو نگاه میکنید میبینید مواد افزودنی شیمیایی داره که لزومی نداره در ماست به کار بره، از جمله نشاسته ذرت اصلاح شده. درصد چربی این ماست صفره ولی طعمش کاملا شیرینه. اگه کارخونه ها چربی رو حذف کنن اغلب مجبورن به جاش یه چیز دیگه اضافه کنن که مزه و بافت غذا حفظ بشه. اینجاست که ماده رو به شدت فراوری میکنن و کلی مواد مصنوعی بهش اضافه میکنن. در ظاهر به نظر میاد خرید ماستای میوه‌ای راه خوبی برای مصرف میوه باشه، اما میبینیم میوه‌هایی مثل سیب و توت فرنگی به کار رفته در ماستای میوه‌ای اونقدر فراوری شدن تا به این شکل در بیان که اصلا ماهیتشون عوض شده و اون چه که برای شما باقی میمونه فقط شکره، نه فیبر و مواد معدنی مغذی. اما از کجا بفهمیم یه خوراکی فوق فراوری شده است یا نه؟ تعریف 11 پاراگرافی سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد کمی پیچیده است. ساده شدهش میشه این: معمولاً این غذاها تحت پروسه فراوری قرار گرفتن که تو آشپزخونه معمولی نمیشه انجامش داد، یا معمولاً بسته‌بندی‌های پلاستیکی دارن و زمان انقضاشون طولانیه، یا اگه اسم یکی از مواد تشکیل دهندش براتون ناآشناست، یا جزو اون فهرست موادی هستن که از سوپرمارکت‌های معمولی نمیشه خریدشون. حالا میخواد مواد نگهدارنده باشه یا طعم دهنده یا ایمولسیفایرها یا مواد پایدار کننده. اما این غذاهای فراوری شده چه تأثیری میتونن روی سلامتی بذارن؟ این مواد از راه‌های مختلف به ما آسیب میرسونن. بعضی هم مثل مواد رنگی، طعم دهنده ها و بقیه افزودنی ها روی مغز تاثیر میذارن. بعضی هاشون برای باکتری های مفید بدن مضر هستن. بعضی هم باکتری های مضر بدن رو تغذیه میکنن. افزودنی هایی که باعث چسبندگی مواد اولیه غذا به هم میشن، باعث التهاب در بدن و مخصوصا توی روده میشن. اینا آسیب های جسمی و عینی ناشی از خوراکی های فوق فراوری شده هستش. خود خوراکی ها با اینکه مواد اعتیادآور داخلش نداره، اما مثل یک ماده اعتیادآور عمل میکنه. یعنی روی همون قسمت هایی از مغز تاثیر میذاره که تریاک، الکل و کوکائین اثر میذارن. یعنی کنار گذاشتن شکلات و چیپس برای کسی که بهشون اعتیاد داره همونقدر سخته که کنار گذاشتن سیگار برای یه سیگاری. در این حال میدونیم که این خوراکی ها برای کره زمین هم بسیار مضر هستند. اینا دومین عامل انتشار کربن و اولین عامل از بین رفتن تنوع زیستی هستند. در مورد آزمایشی که روی خودتون انجام دادید میتونید برامون بگید اینکه چطور بود و چند روز اون رژیم رو گرفتین؟ قرار بود که من همون برنامه غذایی رو دنبال کنم که 1 نفر از هر 5 نفر توی بریتانیا، آمریکا و استرالیا داره. یعنی 80% از اون چیزی که میخورم غذاهای فوق فراوری شده باشه. قرار نبود که خودم رو مجبور کنم که هی بخورم. فقط باید هر وقت که میل داشتم بیشتر کالری مورد نیازم از خوراکی‌های فوق فراوری شده تامین بشه. چند وقت این رژیم رو گرفتین؟ من حدود 1 ماه. از نتیجهش برامون بگین. وزنم اونقدر زیاد شد که اگر اون برنامه غذایی رو 1 سال ادامه میدادم وزنم 2 برابر میشد. هورمون‌های انسولینم چندان تغییری نکرده بود، اما چیزی که تغییر کرد هورمون‌هایی بود که به ما میگن کیسیر شدیم. بدن انسان مثل بدن همه حیوانات وقتی به قدر کافی غذا میخوره یه راهی داره که به ما بگه بس دیگه کافیه، بیشتر از این نمیتونم غذا بخورم. این سیستم با غذاهایی که فوق فراوری نشده است خیلی خوب کار میکنه، جواب میده. حتی توی تاریخ هم توی دوره‌هایی که مردم با وفور خوراکی‌ها روبرو بودن درصد ابتلا به چاقی خیلی کم بوده، شاید حداکثر 1 یا 2% جمعیت. اما حالا توی بریتانیا 2/3 مردم اضافه وزن دارن. چاقی مفرط
عامل شماره 1 مرگ و میر زودرسه و مسببش هم تماماً خوراکی‌های فوق فراوری شده است. خب این از اثرش روی هورمون سیریتون چه اثری روی مغزتون گذاشت؟ برخلاف انتظار من و همکاران عصبشناسم، MRI نشون داد که تغییرات بزرگی در قسمت اتصالات مغزم رخ داده. در 2 قسمت مغزم، بخشی که با سیستم پاداش سر و کار داره و بخشی که کارهای خود به خودی رو انجام میده. فقط با 1 ماه خوردن این غذاها. نکته نگران کننده اصلی اینجاست که 2 ماه بعد از این آزمایش یه اسکن دیگه گرفتم. دیدم که اون تغییرات در مغزم باقی مونده. اگر برای مدت طولانی تری این خوراکی های فوق فراوری شده رو میخوردم، ساختار مغزم هم عوض میشد. اون موقع به گمانم 43 سالم بود، یعنی در سنی که مغزم کم و بیش وضعیت ثابتی داره. حالا تصور کنید این خوراکی ها با مغز کودکانی که شاید از بدو تولد در معرض مصرف خوراکی های فوق فراوری شده هستن چه میکنه؟ دارن در واقع چیزی رو در سطح دنیا روی ما آزمایش میکنن بدون اینکه هیچ اجازه‌ای ازمون گرفته باشن و تهش فقط جیب تولید کننده های این خوراکی ها پر میشه. آزمایش دکتر ونتالکن در مورد تأثیر غذاهای فوق فراوری شده روی مغز و هورمونای سیری بود. تصمیم گرفتم از الان به مدت 7 روز رژیم غذایی فوق فراوری شده رو خودم امتحان کنم. هیچ چیزی رو تغییر نمیدم، فقط اونقدری که غذا میخورم 80% باید مواد غذایی صنعتی و فوق فراوری شده باشه. خیلی هم کار قهرمانانه‌ای نیست. تو این کشور از هر 5 نفر یکیشون نه فقط 7 روز، 365 روز سال این رژیم غذایی رو داره. برای اینکه ببینم این غذاهای فوق فراوری شده روی سلامت روده هام چه تأثیری دارن، یه بار قبل از انجام آزمایش و یه بار بعد از انجام آزمایش کشت مدفوع میدم. نمونه این مدفوع رو با آزمایشگاه پست میکنم تا ببینم چه تأثیری روی سلامتی روده هام میذاره. روز اول آزمایش رو با یکی از محبوب ترین غذاهای اینجا، همبرگر مکدونالد شروع میکنم. من عاشق شغلمم، یعنی یه هفته میتونم هله هوله بخورم بدون هیچ عذاب وجدانی. انقدر نرمه بافتش، اصلا تقریبا نیاز به جویدن نداره. کمتر از 3 دقیقه کل همبرگر رو میخوری و دلت میخواد سریع دومیش رو سفارش بدی. انقدر که خوشمزه است. این عشق به لازانیا آخر سر منو میکشه. یعنی تنها چیزی که نمیدونم موقع خوردن لازانیا بهش فکر کنم سمق زانتان و مالتودکسترینیه که توش هست، این مواد شیمیایی که بهش اضافه میکنن. روز دوم آزمایشه با یک سردرد و دلدرد خیلی بدی از خواب بیدار شدم. من که همیشه خیلی مشتاق خوردن صبحونه بودم، الان یه رب به جلوی نشستم نمیتونم شروع کنم به صبحونه خوردن. 2 شب پشت سر همه که دلدرد زیاد و سردرد شدید دارم. نمیدونم مرتبطه به این رژیم غذایی اولترا پروسس فود یا غذای فوق فراوری شده، ولی خیلی دردناکه. این 13مین ناگت مرغی که دارم میخورم برای نهار هیچ طعمی نداره. بعد بافت مرغ هم اصلا نمیتونی احساس کنی، اونقدر نرمه اصلا فرصت نمیده بجویی لقمه مرغتو. الان اصلا بعد از این همایی که خوردم مثلا یه ذره احساس سیری نمیکنم. چند تای اولش رو میشناسم: سینه مرغ، آرد گندم، نشاسته ذرت، فیبر نخود، عصاره پروتئین سویا، دکستروس، اصلا نمیدونم چی هست، کربنات سدیم، دیفوسفات، سیدرات سدیم. بالای شقیق هم اینقدر درد میکنه دیگه واقعا فکر نمیکنم بتونم تحمل کنم تا آخر 7 روز این آزمایش رو انجام بدم. گلابریتون 4 روزم هست، یبوست گرفتم. تو همین 1 هفته 2.5 کیلو چاق شدم. میدونستم بعد از این رژیم غذایی 1 هفته قرار چاق بشم، ولی 2.5 کیلو اصلا فکرشو نمی‌کردم.
و ای کاش که پیامد آزمایش فقط اضافه وزن بود. دکتر جعفری فوق تخصص دستگاه گوارش بیمارستان گایز لندن خبرهای خوبی بر من نداره. دکتر جعفری چه بلایی سر خودم آوردم؟ خب بذار به جواب آزمایشت نگاه کنید. فقط بعد از 1 هفته ایمنی شما در مقابل ورم روده بزرگ خیلی خوب نبود. 50% ایمنی داشتید به کمک باکتریایی که تو روده بزرگ شما هستن. اما بعد از فقط 1 هفته مصرف غذاهای فوق فراوری شده ایمنی شما حالا 40%، یعنی 10% کاهش پیدا کرده. ایمنی شما در مقابل چاقی مفرط نسبتا خوب بود. 70% ایمنی داشتید که دچار چاقی مفرط نشید به خاطر کمک اون باکتری‌ها. ولی الان 50% ایمنی دارید، یعنی فقط ظرف 1 هفته 20% از ایمنی شما کم شده. یعنی 20% احتمال این که چاق بشم بیشتر شده؟ سوال بسیار خوبیه. خود این 20% که شانس شما بیشتر شده برای اینکه چاق بشید فقط قسمتی که باکتریا دیگه کمکتون نمی‌کنن، ولی در اثر خوردن اون مواد غذایی فوق فراوری شده چندین برابر شانس شما بیشتر برای چاقی، چون اون مواد غذایی مواد قندی بسیار زیادی دارن، شکر و همینطور نمک زیادی دارن. خود همینا وزن شما رو اضافه میکنه، ربطی به باکتری نداره. همینطور چون این غذاها راحت مصرفشون مقدار بیشتری شخص ممکنه بخوره. ممکنه سر کار، تو مدرسه، تو خونه، همه جا بتونه اینا رو استفاده کنه، در نتیجه بیشتر میخوره. مغز ما وقتی که این همه غذاهای فراوری شده رو نمیخوریم و غذاهای طبیعی‌تر رو مصرف میکنیم، فرصت داره که بسنجه، ببینه آیا به اندازه کافی خوردیم، بعد بهمون خبر میده، به بدنمون خبر میده که دیگه نخور، احساس سیری بهمون دست میده. ولی با خوردن این تیپ غذاها چون اینا خیلی جذبشون سریعه، انگار که مقدار زیادی از هضمشون بیرون از بدن ما انجام شده، در نتیجه مغز فرصت رو نداره که این پیام بده که بس دیگه نخور. شخص میتونه بیش از حد بخوره. فقط به خاطر این باکتری بله 20% شما شانس چاقیتون بیشتره، ولی علت‌های دیگه‌ای هم هست که هر کدوم درصدی اضافه میکنه. دقیقاً. توی این اسلاید می‌بینی که توان شما در مقابل مقاومت برای بیماری‌های التهابی به طور کلی 30% کم شده. قبلا با رژیم غذایی که داشتید این باکتریا به شما 80% کمک می‌کردن که در مقابل این بیماری‌ها استقامت بکنید. ولی الان فقط 50% مقاومت دارید، یعنی 30% ظرف 1 هفته از این توانایی کمک میکروب‌ها به بدن شما کم شده. دکتر جعفری نتایج که خیلی ترسناکه، آیا برای شما تعجب آور بود یا انتظار داشتید؟ والا راستش وقتی که شما اول در مورد این آزمایش صحبت کردید من خیلی تردید داشتم که ظرف 1 هفته شما بتونید نتیجه ببینید، چون باکتریای روده حداقل 4 هفته طول میکشن تا کلا تغییر بکنن، به یک جمعیت جدید تبدیل بشن. بعد از اون ماه‌ها طول میکشه تا اثر بعد اینها تو بدن دیده بشه. این برای من خیلی عجیب بود که فقط ظرف 1 هفته این همه تغییر من توی ایمنی بدن شما دیدم. وقتی ما تو 1 هفته فرض کن 20% تغییر میبینیم، معنیش این نیست که تو 2 هفته 40% تغییر میتونی ببینی، چون باکتریا دارن 2 برابر میشن. در حقیقت باکتریا توی ریاضی میگن که به طور سهمی دارن افزایش پیدا میکنن، یعنی اینکه 2 برابر نمیشن، 4 برابر میشن، بعد 8 برابر میشن، ممکنه 100 تصاعدی میرن بالا. بله تصاعدی. و این باعث میشه که چندین برابر تأثیر این رژیم رو شما بیشتر باشه، فقط ظرف 4 هفته و بعد از اونم ظرف ماه‌ها. دکتر جعفری آیا این نتایج قابل بازگشته؟ یعنی میتونم برگردونمشون به وضعیت اولیه؟ هم بله هم نه. بستگی داره که چه مدت شما از این نوع مواد غذایی استفاده کرده باشید. برای شما به احتمال بسیار زیاد بعد از 2 تا 3 هفته جمعیت باکتریشون برمیگرده به اون حالت عادی، در صورتی که مواد غذایی سالم‌تر استفاده کنید. اما اگه کسی این تیپ غذا رو برای سالها استفاده کرده باشه، ماه‌ها یا سالها استفاده کرده باشه، دچار چاقی مفرط شده، خیلی سخته بخواد برگرده. اگه دچار آسیب به زانوهاش شده به خاطر اینکه خیلی چاق بوده، اون دیگه هرگز بر نمیگرده. اگه کسی دچار سرطان شده باشه به خاطر این تغییرات، دیگه بر نمیگرده. پس هرچه زودتر
رژیم غذایی رو اصلاح بکنید، شانس اینکه از عواقب این تغییر بد رژیمی در امان بمونید بیشتره. چه توصیه‌ای داریم برای مخاطبان در مورد مصرف غذاهای فوق فرآوری شده؟ خب طبیعتاً توصیه این خواهد بود که از مواد غذایی که کمتر فرآوری شدن استفاده بشه. اینا غذایی هستن که ده‌ها مواد مصنوعی بهشون اضافه میشه تا خراب نشن توی قفسه و همینطور رنگشون زیبا باشه. شما اگه بطری‌های آب سیب رو نگاه کنید، همه یه شکلن، رنگشون یه شکله. این غیر ممکنه تو حالت طبیعی، چون هر سیبی با سیب بعدی آبش رنگش فرق میکنه. چطور امکان داره که هزاران بطری همه یه رنگ باشن؟ اینا مواد افزودنی بسیار زیادی بهشون اضافه شده. به ازای هر 10% که یک شخص مواد غذایی روزانش رو از مواد فوق فرآوری شده تهیه میکنه، 15% شانس دچار شدن به بیماری دیابت تو اون شخص بیشتر میشه. حدوداً 10 تا 15% شانس چاقش بیشتر میشه. حدوداً 8% شانس دچار شدن به سرطان ها در ایشون بیشتر میشه. خب اون فقط به ازای تغییر 10%. اگه کسی 80% از مواد غذایی روزانش رو اختصاص بده به این موادی که فوق فرآوری شده هستن، خب خودتون میتونید حساب بکنید که عواقبش چقدر سنگین خواهد بود. منتقدان میگن همیشه میدونستیم غذاهایی که چربی و شکر و نمکشون زیاده مضرن. خب خیلی از غذاهای فوق فرآوری شده هم چرب و شیرین و شورن. پاسخ شما چیه؟ دو بحث مطرحه. یکی تجربی و یکی هم علمی. تجربه به ما میگه که تمام غذاهای سنتی که ما بررسی کردیم در یک رژیم متعادل، سالم و برای تندرستی ما خوبند. چه شما به ژاپن یا آسیای مرکزی برید یا به خاورمیانه یا اروپا. به نظر میاد غذاهایی که اجداد ما مصرف میکردن غذاهای سالمی بودند. این غذاها خیلی هم با هم متفاوتن. یعنی بعضی از غذاها در قطب شمال تماماً از چربی و پروتئین تشکیل میشدن، بعضیای دیگه هم کربوهیدرات زیادی دارن. انگار همه این غذاهای سنتی باعث میشدن اجداد ما عمری طولانی تر داشته باشند. یعنی در نقاط مختلف دنیا برای قرنها و بعضی جاها برای هزاران سال مقدار زیادی چربی و شکر و نمک تو غذامون داشتیم و اینها تأثیر بدی هم نداشتند. اما بحث علمی خیلی مهمتره. مطالعات همه‌گیرشناسی نشون داده که یک غذای چرب پرنمک یا شکر که توی خونه پخته میشه اصلاً به مضری غذای فوق فرآوری شده‌ای نیست که به همون اندازه چربی و شکر و نمک داره. اما این گفته رو چطور میشه ثابت کرد؟ برای راستی آزمایی 5 سال قبل توی کارآزمایی بالینی دکتر هال و همکاراش اومدن 2 گروه غذا طراحی کردن. تو هر 2 گروه میزان چربی، نمک، شکر و فیبر یکسان بود. اما خوراکی‌های گروه 1 همه از گروه اول، یعنی از غذاهای کم فرآوری شده بودن و خوراکی‌های اون یکی گروه 80% غذاهای گروه 4 یعنی فوق فرآوری شده بودن. در کمال تعجب دیدم گروه دوم که غذای فوق فرآوری شده رو خوردن روزانه به طور متوسط 500 کالری بیشتر خوردن. در 2 هفته بیشتر از 1 کیلو وزنشون بیشتر شد. خیلی هم سریعتر غذا رو تموم می‌کردن، 30% تندتر از گروه اول. یک فرضیه اینه که چون غذاهای فوق فرآوری شده نرم هستن، سریعتر جوید و قورت داده میشن. برای همین پیام دیر به مغز میرسه که کالری به اندازه کافی دریافت شده. اما نیاز داریم تحقیقات بیشتری در این زمینه انجام بشه. حواسمون باشه که تعداد کمی از این غذاهای فوق فرآوری شده نسبت به بقیه سالم‌ترن. اون عده از متخصصانی که معتقدن نباید همه کاسه‌کوزا رو سر غذاهای بیش از حد فرآوری شده شکوند، میگن این نگاه باعث میشه مردم دست از خوردن محصولات نسبتاً سالم‌تر این گروه بکشن. اصولاً در غرب غذاهای بیش فرآوری شده خیلی ارزان‌تر از غذاهای سالمند. مثلا نونای توست سبوسدار کارخونه‌ای که در پلاستیک بسته‌بندی شدن نسبت به نونایی که تو نونوایی پخته میشن و خیلی کم فرآوری میشن 3-4 برابر ارزان‌ترن و بیشتر قشر کم درآمد جامعه میرن سراغ اونا. نگرانی این دسته از متخصصان اینه که برای قشر فقیرتر حذف نون توست قهوه‌ای صنعتی لزوماً به معنای انتخاب غذاهای سالمتر نیست.
منم مثل خیلی از شماها از این توصیه هایی که فلان چیزو نخور بهمان مرضو میگیری خیلی خسته شدم، ولی واقعا این تو بمیری از اون تو بمیری ها نبود. نتایج آزمایش من برای خودم بسیار تکان دهنده بود. تصمیم گرفتم مصرف خوراکی‌های فوق فرآوری شده رو به صفر که نمیشه رسون، ولی تا حد امکان کم کنم. نمیدونم شما هم تصمیم مشابهی بگیرید یا نه، ولی حداقلش اینه که ضرری نداره. امیدوارم این برنامه براتون مفید بوده باشه که اگر اینطور بوده لینک یوتیوب برنامه یا گزارش‌های برنامه رو ممنون میشیم که به یکی از دوستان یا آشناهاتون بفرستید. ما رو تو اینستاگرام و تلگرام با هشتگ 37 درجه دنبال کنید. اگر دور و برتون افراد کم شنوا یا ناشنوا هستن بهشون بگید که این برنامه به زبان اشاره هم ترجمه میشه. مراقب خودتون باشید.